هنگامی که به الیاف کولار که نوعی الیاف مصنوعی پارآرامید با استحکام کششی بسیار بالاست شلیک می شود، این الیاف در لحظه اصابت گلوله مانند یک شبکه محافظ عمل می کنند. هر رشته کولار به نسبت وزن 5 برابر قوی‌تر از فولاد بوده و در جلیقه‌های ضد گلوله در ده‌ها لایه روی هم قرار می‌گیرد. این ساختار لایه‌ای به جای آنکه اجازه عبور گلوله را بدهد، آن را متوقف کرده و انرژی جنبشی را روی یک سطح وسیع پخش می‌کند. این فرایند باعث می‌شود انرژی جنبشی گلوله پیش از نفوذ به بدن به انرژی تغییر شکل و حرارتی تبدیل و جذب شود. با این وجود، گلوله‌های تفنگ‌های پرسرعت یا ابزارهای نوک‌تیز مانند چاقو همچنان می‌توانند از این بافت نرم عبور کنند. به همین دلیل است که صفحات سخت از جنس سرامیک، فلز یا پلی اتیلن فشرده به جلیقه اضافه می‌شوند. وظیفه اصلی این صفحات این است که گلوله را در لحظه برخورد خرد و متلاشی کنند تا انرژی آن به شدت افت کند و سپس لایه‌های کولار پشت صفحه قطعات خرد شده را قبل از رسیدن به پوست به دام اندازند و مهار کنند.